روزهاست و اهمیت این روز تاریخی و سرنوشت‌هاست در این روزهای پرآشوبی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی و استراتژیکی بعضی نیروها و قواها در جهان باز هم اهمیت بیشتری را به خود کسب می‌نماید. وقتی که ما تاریخ 27 ایون سال 1997 را با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در کتاب مذکوری که از طرف دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خدایوردی خلیق نظارت به تب رسید، نکته های اساسی همین رسیدن به 18 سالی و امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان، چگونه که میدانیم در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992 هنگامی که بررسی گردید برگزار گشت در شهر بستانی خوجند، اولین اقدامات چه از طرف مخالفین و چه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به دست آوردن صلح بود و مسئله یکمی که در قطار 14 مسئله که در روزنامه جلسه بودند مخصوص به دست آوردن همین صلح و ثبات بود و به واسطه این نکته ها در کتاب استاد خدایوردی خلیق نظارویچ ثبت خود را دریافتند و دیگر نقش احمدشاه مسعود همچون نفری که در آن دوره نقش به واسطه برای برپا نمودن صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان مسئول بودند. این چنین در این باره سخن گفته شده است. که مورد بودم در آقای روزنامه